الو سلام. میگم من یه مشکلی برام پیش اومده. ببین یه مشکل خانوادگیه. دیگه من نمیتونم باهات ادامه بدم. باید بریم از ایران. میخواستم بهت بگم که تو هم برنامه زندگی تو بدونی، شاید بخوای با یکی وارد رابطه بشی. روز همدیگه رو ببینیم چون یه امانتی پیش من داری. روز که همدیگه رو دیدیم عینکت پیش من. باشه. پس میبینم ساعت 10. این ماشین که من به شما گفتم هم ماشین خوبیه، همینی که هیچ مشکلی نداره. سلام. ببخشید نمیگم مشکل. جون مادرت چی شده باز؟ یه آیفون برای من جدید جور کن، لازممه. آخه آیفون تو بلدی باش کار کنی؟ بابا یاد میگیرم، به بچم یاد میده. واسه خودت میخوای؟ آره بابا، لنگم آبرون در خطر. جان من یه کاریش بکن دیگه. باشه. میگه مشتری داره. معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. ضروریه دیگه. برو هماهنگ میکنم. برم. برو برات میگیرم. خیالم تخت باشه. برو برات میگیرم. الهی من دورت بگردم. برو نجفی. برو انقدر اذیت نکن. برو ماشین پایینی‌ها رو بچور تا من بیام. باشه. عذرخواهی میکنم ببخشید. این ماشین چون یک ماشین